اما اینجا آکادمی بیگره با یه آموزش یه دقیقه دیگه نرم افزار پریمیوم میریم سراغ پنل سورس مانیتور تا ببینیم این چیزا هر کدومشون چه کاربردی داره. سمت چپمون پلی پوزیشنمون نشون میده که دقیقاً CTI یا پلی هدمون روی چه فریمی هستش. تو باکس کنارش میتونید درصد پیشنمایش فایلمون رو انتخاب کنید. توی قسمت درگ ویدیو یا درگ اودیو اونلی میتونید انتخاب کنید که فقط ویدیو یا فقط اودیومون از روی فایل اصلیمون درگ بشه تو تایملاینش ادیت انجام بدیم. توی قسمت پلی بک رزولوشن تصمیم تو حالت پلی رو انتخاب می‌کنید. بهتر بزنید 1/2 یا 1/4 که دستگاه فشار نیاد. تو قسمت این اوت دیوریشن بازه زمانی کل فایلمون نشون میده یا اگه یه دونه این اوت رو انتخاب کرده بودیم بازه زمانی بین این اوت رو. این قسمت هم ستینگمونه که سه تا گزینه میگه فعال بزنید. های کوالیتی پلی بک، شو از پورت کنترل که میاد افزارا رو بهتون نشون میده، شو مارکر که بعدا در موردش صحبت می‌کنیم. اگه تو حالت کامپوزیت ویدیو باشه میاد ویدیو رو به شما نمایش میده، تو آدیو ویو فرم میاد حالت اودیو رو به شما نمایش میده. این پایینم یه تعدادی ابزاری که تو جلسه بعدی با هم در موردشون صحبت می‌کنیم.